нархи арз. طبق نشانداد بانک ملی تاجیکستان ارزش پول روسیه در بازار ارزی کشور امروز 9 август 100 روبل باز هم مثل روزهای گذشته استوار در 16 سومانی و 46 درهم باقی مانده است. طبق اطلاع بانک ملی در بازار ارز نرخ 100 یورو 1051 سومانی نرخ دارد. دیروز نیز نرخ یورو همین بود. قرب اسعار آمریکایی امروز یک کمه در برابر سومانی پایین شده 100 دلار مساوی با 125 سومانی و 97 درهم شد. دیروز بانک ملی 100 دلار را 1026 سومانی رسا مقرر کرده بود. نرخ طلا قرب طلا در بیرژه های لندن 1788 دلار و 22 سنت برای یک اونس تعیین شد. اونسیه واحدی وزنی است که بانک ها و زرگران استفاده می برند. یک اونسیه به 31.1 گرم برابر است. نرخ نفت خام نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های اینترکانتیننتال اکسچنج و برینگراد فیوچرز لندن 95 دلار و 92 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های نیویورک مرگانتال اکسچنج و لایتویت گراد اول نیویورک 90 دلار و 8 سنت معامله شد. استحصال ماهی در خواجگی های ماهی پروری کشور در ماه‌های ینور ایونی سال 2022 1145.3 تن را تشکیل نموده است. موافق معلومات آماری خواجگی های ماهی پروری جمهوری در 6 ماه اول سال 2022 به مبلغ 23 میلیون و 200 هزار سومانی ماهی استحصال نمودند که نسبت به همین دوره سال گذشته 26.9% زیاد می باشد. از 1145.3 تن صید ماهی به خواجگی های ولایت های ختلان 775.9 تن، سوخت 310 تن، شهر وحدت 57.1 تن، ترسونزاده 1.3 تن و ناحیه رودکی 1 تن راست می آید. از حجم عمومی صید ماهی 290.4 تن نمود پیشانی قوسی سفید، 140.6 تن زغور ماهی، 57 تن گل ماهی، 152.6 تن اموری سفید، 3.7 تن صوف ماهی و 554 تن دیگر نمود ماهی ها می باشند. حکومت تاجیکستان دعوا دارد که کشور را در آینده به یکی از کشورهای ترانزیتی منطقه آسیای مرکزی تبدیل خواهد داد. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفت تاجیکستان در آینده می تواند به یکی از کشورهای ترانزیتی منطقه تبدیل شود. به گفته وی در حال حاضر 11 پروژه سرمایه گذاری به ارزش 10 میلیارد و 400 میلیون سومانی حدود 828 میلیون و 200 هزار دلار در بخش حمل و نقل کشور در حال اجرا است. وزیر نقلیات افزود 5 تر از 11 پروژه به ارزش 4.9 میلیارد سومانی به طور کامل اجرا شده و 6 پروژه دیگر به ارزش 5.5 میلیارد سومانی در برنامه قرار دارند. عظیم ابراهیم گفت کاری ساخت‌وساز در بخش شاهراه دنغره اخمزار 28.6 کیلومتر، دوشنبه قلمه در بخش قلمه خم ونج تا منطقه روشن 93 کیلومتر با 2 تونل که در 23 ایون با مشارکت شرکت تاجیک چینی چاینا رود شروع شده است در حال انجام است. وزارت حمل و نقل تاجیکستان تاکید کرد بعد از تکمیل کامل راهسازی این راهها با استانداردهای بین‌المللی مطابقت خواهند شد.